از تمدن‌های ایران باستان. وای خدای من. خب ما هم نمیتونستیم. معلم بودن خیلی راه بزن تو دهنه. یه چیزیه که خوردنی اینجوری میلرزه. نایس. خیلی روش با هم دیگه صحبت میکنیم در مورد بچه. این مثل که با انگوشش خیلی کار میکشه. انگوشش تایپ میکنه نقشه میکشه یه کار دیگه. درود اول ما رو گرفته؟ نه گرفت. باید دوباره بگه. درود. خب خدمتتون عرض کنم که میخوایم بازی دوری رو انجام بدیم. بازی دوری به این صورته که نفر مقابل دیار مقابل یه چیزی رو توضیح میده، اون کلمه رو شما نباید بگی اما در موردش توضیحات رو ارائه بدی و باید اون حدس بزنی. میچرخه بازی. از من شروع میشه. چقدر سریع رفتیم سراغ. بفهم. سریع طول بازی متوجه میشیم. بزنم موزیک پخش میکنم. آماده؟ نه مثلا باش. با اون بازی نکن. اوکی؟ دور این باید سبز بشه. دور این باید سبز بشه. دور این سبز شد میتونید کلمتون رو عوض کنید. یه الان فکر تایمش کات رفته. نمیخوره. نه صفر ثانیه. آماده. بازی شروع شد. کات نمیدی. بله شروع شد. یه کسی که خیلی هم هیکلی میشه گفت هم خیلی دعواییه. شما. آره. کجا بازه نمیرسید؟ یه جزیره است. هوایی؟ نه هم چیه سیلابه چیه؟ نمیتونم بگم. نمیتونم بگم. بزن رسه. چیز مو رو باش چیز رو صاف می‌کنه. یه مارک مو. یه مارک صاف. بابلیس؟ عجب. جزیره چی بود؟ هندوراس. من چیزی باید بگم. هندورابی هندوراس. این نمیتونه بگید. چی؟ تکرار میکنن و بعد توی محل خاصی چی بهش میگن اون عملو؟ محل خاص عمل من یه چیز بزنم. توی مدرسه است. توی مدرسه هست داره. تکرار کرده آموزش. توی مدرسه است. این چیهای اتاقای مختلف اسمش چیه؟ کلاس. اون یه چیزیه که به دانش آموزان میدن هی باید کلاس انجام بدن. تمرین، کلاس نه؟ نه درسته اینو کلاس تمرین؟ نه برعکسش کن. برعکسش کن. تمرین کلاس. تمرین کلاسی. آقا داشت میگم یه جای من گفتم چرا خواهر من یه جا رو کجا بگرده دنبالش. خیلی سخت شد. کسی که من هنگ کردم. آقا صورت. کسی که خیلی بالا میبینه خیلی بالا میبینه خودشو بهش میگن چیه؟ مغروره. نظر کنی. به نظر من پال خیلی خودشیفته است. خودبینه. آفرین. این پانتومیم بود. این چه؟ یه برنامه‌ای بود خنده‌دار بود. طرف می اومد در مورد پدر بزرگش حرف می‌زد، یه صدای خاصی می‌ذاشت. اسم اون برنامه چی بود؟ زود نه. دیر. خب دیر پاشید. بعد دیر بشه. ولش کن. اینا آخرین به انگلیسی. اند. آخرین. آخرین بعدش. لسافاس. فقط لشت. اصلا داغونی. خیلی سختی. داغاتش عوض کنید. اسم دیگه گوشی. موبایل. خب کسی که یک جایی داره که این موبایل ها رو عرضه میکنه به اون شخص چی میگن؟ موبایل فروش. احسن. یه جا خیلی ریلکسی به اون عمل چی میگن؟ نشستی ریلکسی. ریلکسیشن. نه حالت نشستنه. میگه فلانی شلوول. نه شلوبول. لسموس. نه چقدر خوش آواز. روی جایی روی مبل لم دادن. خیلی سخته. ولی خب میگه که طرف به غلط کردن افتاده. گو خوردن. نه بعد پیش خودش میگه مثلا فلان اینجوری شده. ولی دقیقا همینو میگه گوی کجا گوی خوردن. خوردن. نه چه غلطی کردن؟ یه اصطلاحه. چه کنم
چی کنم ای. عوضش که کنیم به نظر من سخت آخه خیلی چه یه حیوانه خب که تو گفتش خب دومیش همینه شطوره بعد اینو شترمرغ برای فروش چیز بذار میکنن از اول من بیاریم چیز کردم شترمرغ این حیوانو برای فروش و عرضه و گوشتش رو چیز میکنن اون حیوانو چیکار میکنن تو مزرعه پرورش خب پرورش شتر خیلی سخته چه داره یاسین بریم انگلیس به انگلیسی انگلند مسابقه فوتبالی که تو مطمئنا نمیدونی معروف خودی هر کسی برگزار می‌دونه. میشه دربی تو هم بچه ها که میرن مدرسه یه جشن میگیرن به اون چی جشن میگن؟ تکلیف بله آنجا مدرسه میگیرن مدرسه نمیدونی کجا یه چیزی به بلوغ میرسن به میگیرن فکر مدرسه کجاست بگو، بازی بگو. می‌کنی من میخوای اصلا توجه بگو یه چیزی برای چهارشنبه سوری آتیش استفاده می‌کنی. نه میتقانم فشفشه ترقه ترقه با میتقانم خیلی فرق کنه همسیلا به هم میتقانم ترقه تقریبا ترقه. تو بگی گرفته یه مدل کامیونه که قدیمیه و باش معمولا اساسی منزلی من خب یه چیزی هم اول یه مارک سازنده هم اولش اضاف کن مارک سازنده اون رو اولش اضاف کن چه مارکی؟ چه خب مارکی راهنمایی داره؟ کن. من چه 3 تا می‌دونم؟ خط داره توش 3 تا خط داره بنز دیگه بنز دیگه بنز خوبه تو میگی رو ترکشو بگو چند اسیر تو مارک نه سازندهش هم آزاد خب داره روستا نه شهر نمیدونستی خواهر شهر آزاد بله. آزاد شهر آها اونی که قرار بود برن گردنشو جای گوسفند ببرن باباش ببین پسرش اسی دیگه خب چی یه لقب اولش میزنن چی میگن؟ محمد ابن اسماعیل حضرته. حضرت نبود حضرت بود؟ اسماعیل بابا اینو نزن اینو خواهش نه مشکل نداره نمیدونم بزن بعدی نمیدونم این گفتیم شهرها نذاریم اینو کات کنی یه ماشینی که چی داره 4 تا گوی داره رو گویاش سواره سانتیا آفرین این هست نکنه قشنگ بود. نه میگیرم تب دنبال اون دنبلام بود من یه چیز دیگه اومد تو ذهنم. میگه من یه چیز دیگه اومد تو یادم دنبالم نیست آدم این مثل که با انگوشش خیلی کار میکشه از انگوشش تایپ میکنه نقشه میکشه یه کار دیگه نگرفتی؟ ای بابا خب بزن بعدیش دوباره این تصور رو ذهنش خیلی سخت داره نه به اون شمسه که میگو پنج پره شمس نرمه خیلی دفعه داره نه بزن دوباره بذار اینجا باشه بچه هست خب بگیم بقیه شده تو مدرسه شخصیت اول بعد ناظم مدیر بله قبل قبل نازم قبل ناظم چیه؟ یه چیزی این چیه؟ پیانو این کیبورد. چیه؟ کیبورد. خب نه اینقدره داری تبلت لپتاپ آها اون چیزی که میره توش سوکت لپتاپ میره فیش توش لپتاپ. همش با هم میره تو همه لپتاپ همش با هم میره تو لپتاپ آقا تصویر لپتاپ چیکار می‌کنی که بتونی استفاده کنی روشن باتری آها نه اونی که میره توش سیم شارژر یو اس بی کابل گفتم دیگه سیستم لپتاپ چیکار می‌کنی که بتونی روشن باشی 2 ساعت باش استفاده کنی لپتاپ شارژش میکنم خب خب دومی شارژر لپتاپ حالت چیز میذارم وسط روز. شارژر لپتاپ
موقع که میزنی قد لپتاپ لپتاپو نمیتونست بگی چجوری بگم؟ همه که داشتیم تو خونه. ماشروم خب با اون طعم که خیلی هم بدمون اومده بود. کره چی دیگه؟ کره بادمجون؟ بادم زمینی. چه رمزی داره؟ بادمجون بود. بادمجون بود با کره بادمجون. اردک نه؟ قاز خب بلند نه؟ کوتاه قاز کوتاه آها قاز کوتاه نه نمیتونم بگی. سه تا آسیا نه؟ آفریقا آها قاز کوتاه آفریقا شبیه قبول آفریقا. کنید باز کوتوله آفریقایی خوب گفت واسه یه چیزی که زمان رو باهاش نگاه میکنی ساعت. خب طلا نیست نقره. ساعت باز کوتوله زدم و نگرفت نه ما تایم صرف می‌کنیم خواستم. برای شما هم چیز میشه. آره خب یه چیزی که به دیوار میزنی یه چیزی بهش آویزون کنی میخ. خب جنسش چیه؟ آهن. میخه؟ فولاد. نه بذار کامل بگمش. نه بعد بگیم میخه فولادی بگو خوشت نیست تنگ بستان بشو بردار تنگستان. چه قشنگ گفت چیه من این بلد نیستم یه جاییه نه این نمیتونم بگم تو مازندرانه خط ریل آهن تو زمان رضا شاه پهلوی از پل اورست باز همین به من افتاد آقا یه چیزی که میریم میوه فروشی یا میریم مثلا چیز همه رو تو میذارن. پلاستیک خب نایلون. نه پلاستیک. نه یه چیز بزرگتر در عباد بزرگتر همونه. چیه پلاستیکی؟ سطل پلاستیکی نه سبد پلاستیکی نه همون مشبع دست- پلاستیکی؟ نه کاغذ پلاستیکی شاید برنج آقا میریم کیسه همون. پلاستیکی آها فشار تو سخته شما اصلا میگم میریم همون. خدا رو کیسه میکشه. جایی که آدم خودشو میره پاکسازی میکنه. خب بعد نه حمام چجوری جای من اینو خاصیه بگم؟ جای خاصیه آره نه تو شیراز بود حمام حمام وکیل؟ مربوط به شیراز و اینا میشه ولی نمیدونم این شخصه نمیشه. شاه اما وکیل نهار شاه این نیست بدتره. وزیر وکیل دیگه نه میگن چی؟ وزیر نه ولش کن. یکی از شهرهای شیرازه پایین رفتن به گیلانی چی میشه؟ جر حمام جیر رفتن همون جیرفت می‌خواستم بگم. خودتی تو چرا جیرفتو اینجوری میگی؟ چی بگم؟ یکی از تمدن‌های ایران باستان وای خدای من خب ما هم نمیتونستیم بریم به شروع نظر من که من موقع معلم بودن خیلی راه بود شروع. بزن تو آخه دهنه جیرفت بگو جیرک حداقل من به جیرفت برسم با جیر جیر نباید رفتن بگی. ما هم استفاده میکنیم جیر آخه رفتن. اگه مثل بگه بگی جیر یکی از شهرهای پایین رفتن به گیلان جیر رفتن. فارس مثلا آره بزن شروع نه جیرفت واسه جیرفت. استان سیستان و راسته. بلوچستان توی دریاست. خب حیوانی بود تو دریا آره توی دریاست. بگو یه دوتا رو بگو. کوسه ننگ ماهی ماهی. خب بعد ضربه زدن به کوسه نه خاله کوسه به ضربه زدن یه چیز دیگه میگم بگو. کوبیدن خب حالا یه چجوری بگم ماهی من؟ رد کن دیگه خدا صد بره توضیح بده. چی نه بود؟ اصلا چی بود چرت آره این خوبه. معمولا تو وسط مساجد میذارن میچرخه خنک میکنه. کولر بنکه نه پنکه سقفی آره. چرا وسط مسجد پنکه اون یکی پانه. ماهی گپی مایه گوپی. امین بدون رگ برگ نشین یه چیزیه که خوردنی اینجوری میلرزه یخشاد میذاری مزهش نارنگی نه چی؟ مزهشو میخوام بگم نارنگی نه پرتغال آه. ژله پرتغالی توی شیرین اهل کجا بود؟ یه شهری تو استان لرستان. لرستان. خب کوکیلی بویم. گوش بده پسر نیست. پل دختر. آها
آها یه سازیه یه صدای ویلون. بعد شما ها یه چیزی که تو زیست خوندیم اجزای کوچیک‌تری میتوکندری نه سیتوپلازم، اون توشه هسته؟ میتوکندری توشه میتوکندری سلول. آها تو من خیلی ریز شده بودم می‌خواستم برم به الکترون برسم. همه چیزای چرتون سنجاب درختی سنجاب من میرسه. زمینی نیست درختی. خب سنجاب حیوانی که یه حیوانی که اصلا جو تو دهنش رو تو دنبال شروع نه سنجابه تو بادون خیلی روش چیز داریم خیلی روش با هم دیگه صحبت میکنیم در مورد بچه داره که مثلا اون قسمتش برام مهمه تو میگه خودمون میگه مهمه که میگه روش با صحبت میکنه دارم توضیح میدم دیگه به خدا علیکی میخندی دارم توضیح میدم تصور میکنم صحبت میکنیم که در مورد اصلا قاطی کردم تربیت کردن. آره درست بابا دید تربیت کردن. علیکی میخندی آخه بعد توضیح میدی خب صفنه این چی؟ ستون نه ستون نه و ستون و عمودی ستون و ستونی و سطری ستون و ستون و ردیف خب ابتدا نه انتهای ردیف نه. ردیف انتها ویکی انتها انتهای ردیف انتهای ستون اول نه آخر نه ردیف همونو بگو آخر برعکسش کنم ردیف آخر یکی از درسایی که توی مدرسه بهمون یاد میدادن یه زبان بیگانه بود. انگلیسی زبان قرآن. قرآن نهج البلاغه چه ربطی داره؟ زبانش فارسی نه عربی برک شدی یه مدل ما کمترین امتیاز رو داریم. بابا تو نمیگی دیگه من آخه میشینیم روش چرا گفتم بحث میکنیم روش گفتی با هم دیگه روش در مورد بحث؟ آینده بچه خیلی روش با هم دیگه صحبت میکنیم در مورد بچه که مثلا در مورد آینده بچه اصلا نداره من توضیح بدم روش ما چرا باید بشینیم روش؟ آره تو بشینیم روش بحث میکنیم. منظورش بود در موردش آره در مورد اون چیه که مثلا شکم درد میگیری میذاری رو شکم داخلش تیم شما بازنده شده. اصلا بدون سنتراسی که میشه بزن تیکو ببین که میشه نه آها وقتی میری همون خودتو خوش میکنی باهاش حوله به به الان اینا به ما نمیخوره اون چیه که قدیم اینجوری چیزی بستن توش ول میکردن خودش میچرخید اسمم فرفره نه اون قرقره همیشه تو آشپزخونه‌مون هست اون پایین دوتا کشو داریم خب بهش چی میگن؟ دم کنی نه توش چیکار پوستم می‌کنی؟ میگیریم اشکمونو در میاره پیاز خب پوسکن نه همون پیاز خب یه چیزی داریم جا پیازی نه. جا پلاستیکش معروفه سبد پیاز سبد پیاز اینو میکشیم طبقه پایینی چیه؟ چی داریم؟ نه سیب زمینی خب. سبد سیب زمینی و پیاز آها چرا نمیگی طبقه پایین یه رشته ورزشی توی المپیکه که چند نفر هستن اکثرا سیاه‌پوستا توش برنده میشن 200 متر نه با مانه دو چی؟ دو امداد امداد باید اینا دو چی؟ مقاومت کردن بهش میگن چی؟ دو استقامت چقدر بد توضیح میدی.
آها یه کلاسی هست میری توش رزمی یاد میگیری که از خودت در برابر بیگانگان بتونی دفاع شخصی. حفاظت کنی. کلاس دفاع شخصی. برای ما هست. بله جدی؟ مردن آها نه. نه من چه عمل دارم انجام میدم له میکنی نه میکشی کی برد؟ آه کی برد؟ ببینیم چی شد. دوباره شروع که امین. کی برد؟ نه هنوز شما بین شما دو تا یا خدا. قدیم یه چیزی بودن که توش آب میریزیم پارچ. نه کوچیک‌تر اینقدر توش آب میریزیم آب میخورید خب لیوان. اینه که اینجوری جمع میشد لیوان تاشو آفرین کتاب و دفتر. رگ به رگ نشین یه چیزی که ماشینت خراب میشه میاد بهش وصل میکنی میبرنتش اسمش چیه؟ جرثقیل نه اسم امداد. آمیانش چی میگن؟ زنگ بزنم بیاد. زنگ بزنم. جرثقیل جرثخال خب معلومه امداد. زنگ بزنم چی یه. بیاد. یدکش نه مجبور شدم نگاه کنم آها این چیزیه که باهاش مینویسن خب خودکار مداد. نه جوهرش خیلی زیاده. چیز خودنویس. آفرین. چرا مینویسن رو باید بگی؟ مینویسن. آها این چیه که نویسش مینویسن. وقتی که غذا بخوریم ظرفا نویسش خودش مینویسن. حرکت میزنه میشوره ظرفشویی میگی چیکار کنم ظرفو گفتی دیگه گفتم میشوره گفتی ظرفا میذاری توش میشه ما بردیم. آها ببخشید دست نه پا نمیدونم خب قشنگ توضیح میده. آها واسه ما دست و پا اومد که ما توضیح بدیم خیلی چیزای مختلفی دیگه. آره. واسه ما تربیت کردن و من نه، نشستیم نه. روش دوباره از اول. همون رو اگه واسه ما میومد جواب میدادی. آقا همین واسه ما تربیت کردن و من نشستیم روش باختیم خب شد. دور بعدی. دور بعدی. دور دوم. آقا این نولا استقبالی